رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم دوستان عزیز، خوبین شما انشالله؟ سلامت باشی انشالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيد الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما از حدیث های زیاد داریم که اونجا مثلا گفته شده است که علم فرار هست. مثلا کسی که علم را یاد میگیره به زودی از ذهنش فرار خواهد شد. خب یه راهی هم رسول خدا فرمودن قیدوا علم بالکتاب. علم را یعنی دانشی که شما یاد گرفتید اون را میتونید حفظ کنید، اون فراری نباشه، مثلا از بین نره. چون ببینید از ذهن باشه اون ذهن همیشه مصروفه. مثلا شما 100 تا کار دارید، ذهن دیگه مشغول به کارهای زیاده، شما همیشه به تحصیل هستی، کارهای دیگه هم انجام میدی. خب علم از ذهن شما دیگه میره. اما کسی که علم را حفظ میکند یعنی مینویسد، اینجا قیدو یکی از مصداقش نوشتن هست. کسی که چیزهایی را که یاد گرفته اونو بنویسد دیگه اون تا آخر عمر خواهد موند. مثلا یکی از بهترین روش‌های این است که بچه معدلشون 19 یا 20 مثل آقای ناصری هستن از زوینی هم هستن ماشاءالله، ایشون هم که ماشاءالله هستن. یکی از بهترین روش همین است که هر چی که استاد میگه اونو بنویسید. من خودم اولین مقاله که نوشتم از استاد نوشتم. مثلا استاد چیزا رو درس میداد، من همون رو می نوشتم. بعد اونی که من نوشتم اون تبدیل کردم به یک مقاله. اون یک مقاله 20 صفحه‌ای شد تبدیل به 50 صفحه. همون 50 صفحه رو تبدیل کردم به یک کتاب مفصل. مثلا اینجا هم نوشتم این کتابی که هست بنده خودم نوشتم. این کتاب هست نزدیک 2.5 ماه طول کشید این کتاب نوشتم من، فقط 2.5 ماه. این قبلا 20 صفحه بوده این کتاب، بعدا شد 50 صفحه، شد 100 صفحه، الان این 200 صفحه است. یعنی این کتاب نوشتن و اینا دیگه راحت ترین چیزه، یعنی خیلی راحته این چیزا. اصلا این چیز سختی نیست که مثلا بعضی فکر میکنن که نوشتن دیگه خیلی سخته، دیگه این کار مال ما نیست اصلا. بعضی اونجوری فکر میکنن. مثل همین کتابی هست به نام الدعوة فی اصول الفقه، اینم بعد نوشتم. این کتاب اصول فقه هست، مباحث حجت و مباحث اصول عملیه. نظریه فقها را اینجا جمع‌آوری کردم. 4 فقیه بزرگ که هستن، شهید صدر، علامه مظفر، آخوند خراسانی و شیخ انصاری. نظریه این 4 بزرگان را اینجا جمع‌آوری کردم. اینم یه تحقیق شد دیگه که کسی این کارو انجام نداده تا حالا. یه کتاب دیگه هم هست به عنوان مجموعه مقالات بنده. این کتابش رو می‌بینی 800 صفحه است. 800 صفحه. این کل رو بنده خودم نوشتم. اینا اسم بنده اینو می‌تونید ببینید دیگه، یعنی کار راحتیه. این کتاب رو به شما نشون میدم به خاطر اینکه مثلا یک طلبه 23 ساله اگر میتونه اینو بنویسه، شما هم قطعا میتونید اینجوری بنویسید، بلکه از این 100 بار بهتر. علیکم السلام. منظورم این است، این مجموعه مقالات و مجموعه کتاب بنده است که 800 صفحه است. خب اینم مثل یک مجله هست دیگه.
اما این مجله متفرق نیست. خودم میدونم مثلا این مال یه نفره فقط مواصلات شیخ علی جان اعظمی. خب وقتی من میتونم بنویسم، من که الان ارشد هستم دیگه. خب اینو من نوشتم وقتی که من در کارشناسی بودم، ترم 4 و 5 بودم، اینو من نوشتم. الان دیگه در حال نوشتن مقالات متعددی هستم. یعنی نوشتن اصلا یه چیز سختی نیست، همه میتونن بنویسن. ببین من اول کتاب نوشتم، نه اینکه مثلا اومدم کتاب 100 صفحه نوشتم، نه، اول 5 صفحه، همون 5 صفحه رو تبدیل کنید به 10 صفحه، همون 10 صفحه میشه 20 صفحه، بعدا میشه 50 صفحه، 2-3 ماه دیگه همون 10 صفحه میشه 100 صفحه دیگه. یعنی یه کار سختی نیست، فقط یه روش‌های نیاز داره که انشالله در این ترم با شما هستیم. یه چیز خوب به شما نشون بدم که این کلاس فقط نظری نیست، بلکه کلاس عملی هست، بیشتر عملیه. نظری فقط فکر کنم 5-6 جلسه باشه، اما بیشترش کار نظری ما اینجا داریم. مثلا اینو شما ببینید، این مجله هست که میخوایم آخر ترم اینا چاپ کنیم. هر طلبه باید آخر ترم یه مقاله 20 صفحه فقط بنویسه، فقط 20 صفحه. اگر 20 صفحه هم نشد یه کاری میکنیم انشالله که این 20 صفحه بشه. من کار میکنم، بچه‌ها دیگه هم هستن دیگه. اینم گفتیم مجموعه مقالات قرآن و معارف اسلامی. اینجا موضوعات انشالله خواهد اومد. اینجا دیگه اسم شما هست، مثل آقای ناصر علی راشد علی، محسن رضا علوی، عیسی زاهدی، آقای مهدی الزوینی، احمد رامی، اینا هستن دیگه. نام شما هم دیگه اینجا هست. کسی هست که نامش اینجا نباشه که ننوشتم؟ تازه اومدیم بعدن. شما آقای انیس، محمد انیس. پس این هست که اینجا هست. محمد انیس آخری شما هست. این یک مجله هست که آخر ترم انشالله به صورت یک کتاب مفصل یعنی چاپ میشه، اینجوری ها چاپ میشه اینجوری و یه جلد به شما خواهیم داد. کسی بیشتر میخواد باید یکم پول بیشتری بده که انشالله جدیت داشته باشه دیگه، چون چاپ میشه دیگه، از جدیت دیگه علاقه نمیده همینجوری است. اما یه کتاب چاپ میشه کاملا مثل این. خب اگر نفرات کمی مثلا نوشتن، خب مجله میشه اینقدر دیگه، چاپش 200 میشه. اگر همه طلبه خوب بنویسن 20 میشه اینقدر دیگه انشالله. اگر هم نشد این کتاب مجله است، اینجا دیگه همون مثل همین جلد است، اینجا نام شما میاد دیگه، مثل آقای انیس، محمد انیس اینجا میاد، آقای ناصر اینجا میاد دیگه، آقای سلیمان اینجا میاد و داخل باز میکنید اینجا نام شما بزرگ، مقطع و رشته درسی داخلش مقاله شما اونجا هست. خب این چه کاری داره؟ حالا انشالله اینا میخوایم یکم بحث میکنیم دیگه امروز. و کلاس هم دیگه اصلا سخت نیستم، منم طلبه مثل شما هستم. بعضی طلبه دکترا میبینن، دکترایشون هستن مثلا، خب اونا بزرگتر هستن دیگه. خب این کلاس دیگه یک کم الکیه، یک کم الکیه. این زیاد نباشه که نمره مثلا 20 بگیرید، نه همتون الان 20 نمره گرفتید، همتون 20 گرفتید. فقط مهم این است که یکم یاد بگیرید که بعضی بچه‌ها میدونن، فقط دیگه الکی اومدن که انشالله مقاله‌تون چاپ بشه. مثل آقای ناصر که ایشون استاد بنده هستن دیگه. و انشالله این کتاب رو ببینید انشالله چاپ میشه. علیکم سلام و رحمت الله. بله. خب اینا مجله اسم آقای نوری هم که اینجا هست، آقای محمد رمضان اینجا هست دیگه اسمشون. دیگه شما خب میخواین زوم کنم اینا اسمشون کامل ببینید دیگه، هم اسم شما نویسندگان. اینجا انشالله موضوع، اینجا موضوعه که نوشته تا حالا موضوع انتخاب نشده است. انشالله این فرمی که شما میبینید این به شما میدیم، انشالله این فرم رو پر میکنید، موضوع انتخاب میکنید. شما چه موضوعی میخواید؟ نه شما میتونید بخواید و بعضی پیشنهاد من میدم، بعضی از موضوع پیشنهاد من اینجا نوشتم که مثلا چه موضوعی باشه. پس این کلاس بیشتر کاربردی است. اینجا که مثلا من نوشتم روش تحقیق پیشرفته در پرانتز کاربردی. ما یه مقدمه قبلا ذکر کردیم، علیکم سلام، که بعضی بچه‌ها نبودن، یه بار دیگه خلاصه بگم که انشالله رد بشم از اونجا. خب این کلاسی که شما می‌بینید روش تحقیق پیشرفتی پرانتز کاربردی. خب پیشرفته اینجا چی هست؟ پیشرفته به چه معنی است؟ پیشرفته اینجا به معنی مثلا ببینید تحقیق دو جور است. یک برنامه خاصی داره، چارچوب خاصی داره، شما باید طبق اون تحقیق انجام بدید. یه تحقیق است عامه، یک خاصه. عام یعنی چی؟
شما دیگه میشه دیگه از اول شروع تعریف کردن دیگه اقسامش شروع می‌کنید دیگه هیچ اون نداره مثل کتابا این کتابا که هست این چارچوب نداره این کتابا این شما میتونی درس اول یه چیزی دیگه بذارید اصلا هر دل خاص دیگه انجام بدید در کتاب اما مقاله اینجوری نیست بعضی از مقاله دیگه چارچوب داره مثلا اینجوری نباشه که مثلا شروع کردیم از اول تعریف کردیم دیگه نه باید چکیده باشه مقدمه باید باشه کلید واژگان باید باشه این دیگه پیشرفته میشه گفت پس این کلاس مقدماتی نیست یعنی خیلی راحت باشه مثلا خیلی مثل اون باشه مثل بچه‌ها شما الان طلبه تخصصی هستی ارشد هستی دکترا هستی دیگه اینم یک دومین چیز کاربردی خب گفتیم به شما دیگه آخر ترم یک مقاله چاپ کنید شما باید یک مقاله به بنده بدید مقاله 20 صفحه‌ای به بنده باید شما بدید که آخر ترم مقاله شما در مجله ها دیگه چاپ کنید دیگه مثل این مجله هست اینم مثلا یک کتاب دیگه اینجا نزدیک 20 تا مقاله داخل این هست 20 تا مقاله مال خودم هست مال بنده هست خب اینجا جمع شده اینجا کلا مقاله اینجا خب روز جلد 20 مقاله خورده ان شاء الله مال شما آخرش ترم شما مقاله به بنده میدید نام شما روز جلد ان شاء الله خواهد آمد و ان شاء الله چاپ هم میشه دیگه اثر المصطفی اینم دیگه مقدمه به شما همین گفتم دیگه خب نقطه بعدی چی است مقاله من چاپ میشه مقاله شما ان شاء الله در کتاب چاپ خواهد شد کتاب یعنی نه کتاب الکی نیستین مقاله شما آخر ترم در این مجله چاپ خواهد شد مجله دیگه اصلاش اونجا در گروه هم گذاشتن در اکشن مجله اینجا نام شما میکنه آقای مثلا تزدیم مثلا آقای نوری مثلا آقای انیسی آقای مثلا اینجا اسم میکنه داخلش هم یه بخشی البته این هست مثلا این هم مال شما هست نام شما تبلیغ خدا و مجله علمی هست الکی نیست یعنی چاپ المصطفی ان شاء الله هست خب دیگه اینم بحث اول بود خب ما اصل بحثمون در پژوهش هست خب شما حتما شنیدید پژوهش تحقیق اینا شما شنیدید دیگه حتما خب الان میبینید که اینا چی هست فرقشون چی هست خب پژوهش اینجا دیدید اینجا پژوهش خب پژوهش به چه معنا است جستجو نه اون شما گفتید درسته جستجو تلاش اما اون داخلشه مثلا الان شما میگم ببینید پژوهش یعنی چی پژوهش یعنی تحقیق پژوهش یعنی تحقیق پژوهش کلمه فارسیه فهمیدی تحقیق کلمه عربی هست باب تفعیل بچه‌ها دیگه خوندن دیگه اینو تحقیق تفعیل این کلمه عربیه این فارسیه یعنی به فارسی پژوهش گفته میشه به عربی گفته میشه تحقیق خب به انگلیسی هم بنویسن دیگه ماشاءالله ریسرچ همین این خیلی راه بوده خب پژوهش یعنی همون تحقیق یعنی همون ریسرچ اینا در امتحان نمیاد هیچ امتحان نداریم ما اصلا امتحان صفر همه‌شون 20 گرفتید فهمیدی اینجا مهم می‌دونید چی هست که شما مقاله نویسی رو یاد بگیرید و آخر ترم یه مقاله بنویسید دیگه 20 صفحه بخواد 20 صفحه کسی نتونست بنویسه یه کاری می‌کنید دیگه 20 صفحه بشه دیگه مثلا هست من هم هستم آقای ایشون هم هستن دیگه ایشون هم مشغول هستن اینم یک خب الان به شما بگم که خب چون ما فارسی زبان هستیم دیگه فارسی بگیم دیگه پس اینم دیگه اینجا باشه پژوهش خب پژوهش اقسام و انواعی داره به همه چیز پژوهش گفته نمیشه به همه چیز خب یکی از اقسامش چیه یک کتاب پژوهش هست یا نیست هست هست یا نیست هست دیگه دوم مقاله پژوهش هست یا نیست مقاله پژوهش هست خب اینجا بیاین سوم پایان نامه هست یا نیست دقیق رساله سمینار ماشاءالله این خوب بلده ها سمینار هم جزء پژوهش حساب میشه یه چیزی مثلا جالبیه مثلا چون در سمینار گفتگو هست ما صحبت میکنیم خب این چجوریه یعنی پژوهش هست اصلا ما نوشتن نداریم در سمینار مثلا یه طالب اینجا میاد درباره یه موضوع صحبت میکنه مثلا این سمینار دیگه مثلا یه تحقیق میکنه دیگه خب چون قبل از سمینار باید تحقیق صورت بگیرد و اون چیزی که ایشون میگه از تحقیق میگه به خاطر همین سمینار هم جزء پژوهش حساب میشه فهمیدی اینا مقدماتی اینا ان شاء الله کاربرد زیاد ان شاء الله این داره خب یه چیز اینم گفتم دیگه پژوهش چی بوده
الان میرسیم که تحقیق به چه معناست. اول بگم که نیاز به پژوهش، نیاز تحقیق. ببینید هر انسان یه پژوهشی دیگه، چه اون عالم باشه چه غیر عالم باشه، در زندگی خودش پژوهش داره. ممکنه پژوهش علمی نباشه اما پژوهش داره هر انسانی. ممکنه انسانی تلاش میکنه برای کسب مثلا پول، مثلا یه کاری میکنه، این به معنی عام میشه بهش گفت پژوهش، اما به معنی خاص پژوهش گفته نمیشه بهش. خب فایده پژوهش چی شد؟ خب نکته سوم، نیاز همیشگی. پژوهش نیاز همیشگی طلبه است. به نظر من کسی پژوهش نداشته باشه اصلا اون طلبه نیست، اصلا طلبه نیست. فقط دیگه میاد درس میخونه دیگه میره، خودش چیزی هم یاد نمیگیره. پژوهش یک کلیدی است که شما میتونید داخل برید، داخل گنج، داخل مثلا آب میرید، از اونجا گنج رو پیدا میکنید، موارد بلند میکنید. اما بیرون ببینید نه، بیرون چیزی نیست، بیرون فقط آب دیگه. اما داخل اون آبی که هست اونجا چیزا زیاده داخل اون دریا. خب پژوهش دیگه همینه. شما ببینید یه موضوع است معاد در قرآن، شما دیدید دیگه بله همینه. میخوام عمقش برسم، اصلا معاد چند قسم است، معنیش چنده، در قرآن چند بار اومده، در قرآن از چه لفظی استفاده شده است، برزخ چیست، اعتدال چیست، قیامت چیست، بهشت چیست، اینا چیه؟ اینا میخوای یاد بگیری، باید پژوهش داشته باشید. خب شما قسمتی تخصصی اگر شما رسیدی، هر ترمی یک کتاب تحقیقی درسی داره. در ارشد در هر ترم دو کلاس شما باید تحقیق انجام بدید. در دکترا و سطح 4 همه کتاب‌ها تحقیق الزامی داره. و آخرش هم که پایان‌نامه و رساله هم هست، شما میخواید اونها رو بنویسید دیگه. اینم گفتم نیازی همیشگی است دیگه، شما نمیتونی از این فرار کنید. پژوهش همیشه هست. خب میخواید یه چیز رو یاد بگیرید، اونجا پژوهش هست. میخواید چیز ارائه بدید، اونجا هم پژوهش هست. اینم گفتیم. راحت و آسان بودن پژوهش، به شما گفتم من پژوهش خیلی راحته. ببینید این کتاب که من نوشتم، من الان 23 سال دارم. طلبه که 23 سال داره و در کارشناسی بوده، ایشون این کتاب اینو گنده نوشته. اصلا راحت نوشتنش، خیلی راحته. وقتی من میتونم اینو بنویسم، شما قطعا میتونید اینو بنویسید، قطعا. چون چیزی ندارید، هیچ ندارید. مثلا یه روش به شما بگم، یه روش مثلا به شما بگم در مورد همون مثلا معاد بگم، یه توحید بگم، مثلا توحید. میخوام در مورد توحید یک تحقیق انجام بدم. خیلی راحته. اصلا شما بگی اینجوریه دیگه. خب اول تعریف توحید. اینم دو قسم داره، لغوی و اصطلاحی. خب این دو تا چند صفحه شد؟ یه صفحه. من 2 صفحه شد مثلا به قولش شد دیگه 2 صفحه. میخوام یکم بیشتر کنیم، این میشه یه صفحه، این میشه یه صفحه. خب این شد 2 اقسام مثلا توحید. خب مثلا اینجا گفتیم ذاتی، مثلا اینجا گفتیم صفاتی، اینجا گفتیم افعالی. خب این شد 1 2 3. خب الان شما میبینید این چقدر شدیم؟ 5 صفحه شد دیگه، 5 صفحه شد دیگه. راحت هست تا اینجا. راحت تعریف اینا رو میگی و دیگه رد میشه دیگه اینجا. خب مثلا افعالی، مثلا به شما بگم مثلا محبت، در عبادت، در مثلا در ربوبیت، این هست دیگه اینا. خب اینا نزدیک 6 تا اقسام داره. این خود افعالی 6 تا قسم داره مثلا. خب اینا چند تا میشه مثلا 10 تا شد 10 تا. خب اینم داره صفات هم چند داره، صفات ثبوتی داره، صفات سلبی داره. اینا میبینید دیگه. خب کلا چند تا میشه 15 20 شد دیگه، 15 20 صفحه دیگه. آره اینجا رسیدیم. الان رسیدیم 3 توحید در قرآن. این خودش 5 صفحه است. توحید در یعنی بررسی آیات توحید، تفسیر سوره توحید، خودش شد دیگه 5 صفحه 10 صفحه شد. خب 3 4 دیگه توحید در روایات، این خودش شد 10 صفحه. دیدی؟ این شد 3 صفحه شد دیگه. دیدی الان چقدر راحته؟ خیلی راحت. فقط شما تا الان ننوشتید به خاطر این سخته. دیدی من در 5 دقیقه 50 صفحه من نوشتم. دیدی؟ در 1 دقیقه 50 صفحه نوشتم. خب الان این شد دیگه، الان شد 5 شرک، انواع شرک شد دیگه، تعریف شرک لغوی و اصطلاحی. بعدن انواع شرک
خفی و جلی کلا شد 100 صفحه. آثار توحید. مثلا آثار توحید در انسان همین خب آثار توحید باید قیام مثلا این چیز هست دیگه. خب ببینید اصلا این 5 چیز شد دیگه: تعریف، اقسام، توحید در قرآن، توحید در روایت، شرک و انواع آن. خب این 5 چیز هر صفحه 20 صفحه، اینا 20 چند میشه؟ 100 صفحه. چرا فردا میگه؟ دیدی؟ خب الان بگید به من راحت بوده خیلی راحت. خب یک کلمه یه موضوعی رو بگه، از جیب بگه یه موضوعی رو که اونا یکم بررسی کنیم. یکم امامت در قرآن مثلا بیا الان امامت در قرآن رو بررسی کنیم. امامت در قرآن خودش من نگفتم، از جیب نگفتم من. شما بگید که این خودش خونده بوده به خاطر این علم بجام میگه. الان خودش گفتم امامت در قرآن. تعریف در تعریف امامت. امام مثلا امام. خب اینم لغوی شد، اینم اصطلاحی شد. 2 صفات امام. 3 روش این که مثلا این امام است بشناسیم اینو. شناختن امام، ویژگی امام. بله ویژگی امام. 4 امامت عامه، امامت خاصه. می‌دونید امامت خاصه. اینم 5 این 5 بله اینم میشه دیگه امامت در فریقین. مثلا فریقین میگه که کسی که جنگ کنه ولو اون کافر ولو مثلا اون باشه، مثلا اصلا مؤمن نباشه، سرافر باشه، اون دیگه امام ما. همین دیگه اینجا بگه امامت در فریقین. امامت در فریقین. و اینجا دیگه بگیم که اثبات امامان شیعه که این 12 امام که هستن اینا رسول گفته، نه که از جیب ما اونو انتخاب کردیم دیگه. همین دیگه اینا اثبات، یعنی از منزل قرآن و اینا قرآن، اینا حدیث، این میشه حق. خب این میشه آخری، بعد میشه امام زمان و اثبات اینا. این چند شد دیگه؟ 200 صفحه شد دیگه. 200 صفحه. یعنی این موضوع ایشون گفتم. ببین دقیق اینجوری هم فقط یک بار مثلا بریم ببینیم که چه خبره، چه موضوعاتی مثلا این داره کتاب. یه شروع می‌کنیم دیگه نوشتن. خب این هم شد دیگه آسان بودن تحقیق و پژوهش. اینی که من گفتم این بیشتر روش کتاب نوشتن هست. این کتابی که بنده نوشتم مثلا اینا رو ببینید، اینا بیشتر این داره مثلا این کتاب مثلا داره که مثلا این جامعه است. خب الان چیه؟ کلاس رو گفتم من. کلاس ببینید این کلاس کلا مثلا هر وقتی که من تمام کردم دیگه کلاس تمام دیگه و آخر ترم بعد شروع می‌کنم مجله بدید دیگه، یعنی مقاله بدید. خب منبع کتاب چیه؟ منبع درس این کتابه. منطق تفسیر قرآن 3 روش تحقیق این کتابه. باید فقط دکتر رضایی اصفهانی. بله. خب این کتاب خوندن که لازم نیست دیگه. امتحان که نداره. تو 20 شما از اول گرفتید دیگه رفتون. فقط مهم این است که چون ببینید بعضی بچه‌ها درس می‌خونن به خاطر چی؟ چون غیبت می‌کنن. درس می‌خونن به خاطر چی؟ نمره کم ندارن. اما اینجا نه نمره است نه غیبت. همتون 20 گرفتید، همتون حاضر هستید، همه. فقط مهم است که یک کم یاد بگیرید. اون 20 سال مقاله بدید دیگه. 20 صفحه که هر مقاله رو بدید تا آخر ترم. اینم هست. اینم گفتم به اونم دیگه چه مجله. خب مجله میگفتم دیگه، عکس مجله یه بار دیگه رسون بدم به شما که بعضی بچه نبودن. این مجله ما هست که انشالله 2 ماه دیگه به چاپ خواهد رسید و این مجله دیگه به صورت این کتاب می‌بینید. این کتاب به شما آخر بار میگم، بسیار یک چند بار میگم. این مجله مثل همین چاپ خواهد شد و یک جلد به همه طلاب خواهد داد. همینجوری چاپ میشه همینجوری. نه این بگید اینجوری، نه اون جلد اینجوریه دیگه. چون مجله دیگه روش دیگه داره، این کتاب دیگه. مجله اینجوریه. موضوع داره و روبروی موضوع اسم محقق هست. کی نوشته این موضوع هست؟ قیمتش مثلا میگیم دیگه آخر مثلا 50 تومن 60 تومن. و یه چیز دیگه میگم مثلا هر طلبه‌ای که میخواد مثلا جلد اینجوری باشه. این گالیموره، این شومیزه، این شومیز اینجوریه. هر طلبه‌ای که میخواد اینجوری باشه من بهش اینجوری میدم. اینجوری میخواد اینجوری بهش میدم. اونجوری میخواد. اگر هر طلبه‌ای یکی میخواد یکی بهش میدم. یکی میخواد یکی میدم. هر طلبه‌ای شده باشه میدم. همین فقط پول باید بگیری. فقط هزینه که میره بالا.
خب دیگه ببین اینجا مثلا میشم بگم مثلا یه مثال بزنم، یه مثال میاد دیگه درست اینجا. مثلا اینجا نوشته تا حالا موضوع انتخاب نشده است. مثلا آقای ناصر علی مثلا یه موضوع انتخاب کرد، مثلا بگم مثلا اینجوری کتاب را ایمان میدی؟ امام در قرآن آقا ها امام در قرآن امام محمد نه موضوع امام دست کتاب را ایمان اول توشش نه اون برام اون همونجوری فعلا می‌نویسیم. آیه بیٹی ببین مثلا این طلبه آقای ناصر علی شر ایشون این موضوع رو انتخاب کرده. اول چی نوشته؟ موضوع امامت در قرآن روبروش ناصر علی. خب این اینجوری چاپ میشه، اینجا میاد الکی نیست فقط باید نشون دادن نیست که مثلا میبینید بعدا اسم اینجا نیست، اینجوری نیست. نه شما اینجا میاد حتما میاد، این الکی نیست. اصلا بخواد اصلا بیاره اصلا ما شما دیگه اگر میخواد عکس باشه اینجا نمیاد عکس ها. عکس مثلا مدل ناصر علی عکس مقطع عکس ناسید مثلا تصویر اولو کنه اینجوری مثلا میشه تو کل امورش کل مدل تصویر کنه و دست یعنی من دست شما اصلا دیگه اینم راحت، اینم دیگه راحت. خب الان اینم بگم کجا بودم؟ من اینجا بودم. خب منابع کلاس گفتم بهشون بفرمایید. بله این اجازه فارسی علکی باشه، فارسی فصیح باشه، هر چی باشه. چون شما طالب فارسی هستید و این مجله جلد اولشه، یعنی شما اولش کنید. دیگه مشکل نداره. فارسی باشه، فارسی باشه، علکی باشه، اسلام میگه. عربی نمیشه. انگلیسی هم که نمیشه. فقط فارسی میشه. خب دیگه الان برسیم اصل درس. فقط امروز همین میخونیم، امروز فقط همین دارم میخونیم. خب یه چیز دیگه رو تو بگم، این کلاس اگر بگیم از نظر مصطفی این کلاس کلا 4 وایدیه که 4 تا 3 وایدیش عملیه، فقط یک واید هست. یعنی شما اینجا چیزی نمیخونید، فقط شما یک چیز رو الکی یاد میگیرید که آخر ترم اونم انشالله اجرا کنید دیگه. اون 3 واحد مال نوشتن مال مجله هست، اما مال این درس کلاس علمی فقط یک واحد زیاد نداره. خب تعریف لغوی روش این دوباره این الان میشم میگم، اون پایین نوشته بالا اینجا نوشته، اینا انشالله بعدا میشم میگم چی هست. خب سوال بفرمایید. میگم الان این کتابا رو چاپ کردی برای خودت نه؟ خب نه مال شما هم بزن میگم نه. خب این مال منه. کتاب چاپ میکنن بعد میرن جو دفاع میکنن ازش. منم چند تا مقاله رو چاپ کردم مثلا استاد نمیبینه سورش. اینجوری که نباشه. باید ما اومدیم اینجا گفتیم که پیشرفته یعنی که ما بدونیم در دفاعش هم مخصوصا ما دفاع کنیم خب بدون تو مجله‌های روز بره. اون شما میگی اون مقاله هست که مقاله علمی پژوهشی و ترویجی، اون اینجا مراد نیست برای ما، چون اینجا بعضی بچه‌ها ترم اول تخصصی هستن، اونا که نمیتونن بنویسن مقاله مثل شما. این مقاله که هست مثلا اوصاف کنن، اما اون کد آیستی که هست اون نداره. این شما بگم این برای تشویق هست فقط که مثلا نام من اومده تشویق هم هست. داخل مقاله من هست همین دیگه مطلب بیشتر کنید. بله خب الان گفتم که به شما مثلا میری به استاد نشون میدید. شما سوال اینکه هدف فقط به اصطلاح دیده شدن و شهرت نه حالا هم میگم اینکه این درک کردم خاطر همین درک کردم این کلمه دست شده یکی تشویق خود من هست، دومی فخر والدین هست که یعنی بچه من یک کتاب مثلا اسمش اونجا اومده. چیز سوم که گفتم دیگه به شما یعنی نزدیک اون علم دیگه، علم شما میرید داخل یک فضای علمی، این درسته شما پژوهش میکنید یک چیز رو کسب میکنید، چیزی رو یاد میگیرید. مثلا روزه برای چی واجب شده است؟ میدونید دیگه این کتاب که من نوشتم این موضوعش همینه، فلسفه و هدف وجوب روزه که آخرین آیه چی است؟ لعلکم تتقون. خب این آیه کار میکنم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم آخرش لعلکم تتقون. این هدف روزه است، این چیه؟ این فلسفه روزه است. این کتاب در موضوع حول است، فقط یک دو کلمه است لعلکم تتقون. این کتاب همون نوشتم، من خودم چیزای زیاد رو من یاد گرفتم. تقوا چی است؟ اصلا اینجا مراد تقوا چی بوده است؟
اینم یک گفتم علم دیگه علم شما میتونی یعنی عالم بشی مثلا خب یه چیز مهم پرونده پژوهشی المصطفی اینم مهمه خب کی پرونده اینجا داره پرونده پژوهشی شما متفاوت داری خب الان شما نشون بدم اینجا پرونده چی هست خب اینو شما توضیح بدم یه بار خب اون بالا میدونی اینجا چی نوشته اون کنار سامانه پژوهشگران یکم قش شده نمیدونم چرا سامانه پژوهش اینجا زوم کنم دیدی این مال المصطفی این سایت المصطفی بالا ببینید researcher.mi.ac.ir مثل سامانه صدر سامانه پژوهشگران که هر طالبه یه مقاله 20 صفحه بنویسه چه علکی باشه مقاله پروندهش تشکیل میشه من خودم ضامن این هستم نه نشه بزنم خود تشکیل میدم در شما ان شاء الله خب الان داخل برید الان داخل بله الان میگم شاید میگی بله شما چی میگی من بله میگم خب الان داشته باشه میشه چی میشه خب من اصلا این سان منه الان بیا داخل بیاد اینم خود منه داخل وارد میشم دوباره شدم خب این سامانه است میبینی این سامانه اینجا نوشته امتیاز کل 300 امتیاز دارم مثلا خودم رتبه جاری ب هست فهمیدی الف دیگه باید شما مقاله زیاد بنویسی باید چون من فقط 7 مقاله نوشتم 7 مقاله علمی نوشتم من باز 300 امتیاز داره امتیاز نامحدود است شما فهمیدین اما دیگه که کسی بگیره رتبه ب دیگه بله رکوردش چند رکوردش رکوردش دیگه 1000 مثلا خب مثلا بیاید پایین این چی نوشته بچه این چی نوشته آمار آثار جمع اثر یعنی مفردش میشه اثر یعنی اون چیزی که من نوشتم دیگه همون خب اینو بزرگ کنم یکم این چی نوشته مقالات کل 7 کتاب ها کل 3 تا خب الان بیا کتاب ها این 3 کتاب رسمی که شابک داره شابک میدونی دیگه شابک این شابکه این کد این شابک بین المللی است شما رفتی آمریکا شما اسم رو فراموش کردی اما این شابک کد داره کد مثلا 159 115 مثلا هست دیگه من افغانی و هندی رو 25 اون کد داره این داخلش شما کد بهش میگی کل پرونده اقدام اونجا میاره چه در آمریکا چه در روسیه چه در لندن چه در چین فهمیدی مثلا من رفتم افغانستان گفتم این کتاب بوده فراموش کردم اسمش اما کد رو میدونم خود بگو مثلا کتاب میده این کتاب این کتاب دیگه شناسنامه دیگه این شناسنامه این کتاب خب این 3 کتابی که شناسنامه داره فعلا باید کتاب به چاپ برسه تا اینجا ثبت بشه اگه مثلا کتابش نه اگه چاپ بشه امتیاز زیاد داره امتیازش بالا است چاپ نشه امتیازش پایینه مثلا این نوشته این اول 2 سوم این 3 کتاب من نوشتم خب کتاب اول من باز کنم اینجا این کتاب اوله دیدی اومد این سامانه المصطفی سامانه المصطفی نشون میده اینجا خب کتاب دیگه این همین کتابه اما چاپش فرق میکنه اون چاپ مال 2 سال قبله این چاپ مال امسال فرق میکنه چاپ دیگه اینا از دیگه اینا خب اینا دیدی اینا پرونده پژوهشی من دارم مثلا خب مال همه نفر هر کسی مقاله بنویسه مجلس چاپ بشه اینجوری مجلس پرونده پژوهشی براش تشکیل خواهد شد الان چی کار داره پرونده پژوهشی الان شما میگم الان شما بیاید سامانه رفاهی یعنی پیشخوان دیگه میگه پیشخوان چیه دیگه پیشخوان الان میاد اینجا یه بخش است به عنوان مرکز خدمات که از اون پول واریز میاد در پارسیان اون مهمه هدف منده بله الان بیاید پایین اینه فارسیان کارتکس مرکز خدمات دیدی داخل برید اینا رو بلش کن دیگه اینا رو بیا پایین چون من الان اون شدم دیگه منتظر از اون بودم ببین این 3 تا پرونده هست پرونده تبلیغی بله داره رتبه جیم هم هست فعال پژوهشی هست یا نیست بله هست رتبه ب داره فعال فرهنگی تربیتی هست یا نیست بله هست رتبه الف داره مثلا خب این مال چیه
این مال مدرسه شما هست. خب از اونجا هر ماهی پول وارد میشه. خب الان مثلا الان مال شما چند دلار میشه؟ مثلا دیگه بگید دیگه مثلا کاملا حد اکثر طلب مجرد چند میگن؟ چند میگن؟ من خودم میشناسم چند میگن؟ اما بنده دیگه 3 میلیون میگن. فقط از مرکز خدمات من مجرد هستم. فقط از مرکز خدمات. شهری بلش کن، شهری درشال. فعلا این مهمه داشتن. این مهمه. خب برای چی؟ فعال تبلیغی، فعال فرهنگی، فعال پژوهشی. خب بحث ما اینجا فعال پژوهشی هست. کسی که مقاله بنویسه به ما آخر ترم بده، آخر ترم کتاب بشه، برایش در سامانه پیشخوان و سامانه سخا برای نشون میده و پول ان شاء الله برایش یک کم اضافه اینم هست. همین خب این هم چند تا فایده که به شما من گفتم دیگه، این چند تا فایده ای که داشته. فرهنگی پول نداره. فرهنگی پول داره. من هستم هیچ نمیاد. هستی باید بیاد دیگه، مشکل داری پس یا مشکل امصفه رتبه الف هم فعال تبلیغی را فعال کردید نمیاد پول. نه میاد من که میاد دیگه، من همین میاد. پول پیش سوی ببین دیگه اینجوری نباشه شما درست کرد دیگه تمام دیگه بخوابید دیگه، اینجوری نباشه. باید فعالیت کنید. مثلا در سال یک بار حداقل یه مقاله باید بنویسید که این برای خسارت رو میشه دیگه. وگرنه دیگه فرنده بسته میشه. اینم هست. این پژوهشی هم تبلیغی هم فرهنگی. سال اعتبارش فقط یه سال. ببین آخرش چی نوشته؟ مثلا نشون میدم. این چی اعتبار نوشته؟ ببین این چی نوشته؟ اعتبار. می‌بینی اعتبار؟ الان به اعتبار نه فقط نه اون یه سال تمام بشه دیگه هم بشه که من بگم که من این نوشتم. دوباره نمی‌نویسم، فقط نمی‌کنم. دیگه برید دیگه تمام. این تمام شد. اینم هست. هدفمندی هم که نمیگیرم چون مجردم دیگه. انشالله ازاد مجردم دیگه. نبض کردی استاد؟ مقاله رو نشون دادم بچه. مقاله هم که هست. مقاله این 7 مقاله انشالله روز ازاد کنیم. انشالله. خب الان یه رو مونده ها. الان یه رو مونده. ببینن چند مونده. الان یه رو مونده ها. که بحث اصلی اینجا است. خب این موضوعات باید شما این فرم رو پر کنید دیگه. همین الان باشه بهتر. چون یه رو مونده باید دیگه. بریم. خودکارم که باید داشته باشید حتما چون شما پژوهشگر هستید دیگه. بله. بله موضوع بله اصلا که بله. الان میخوام اصلا انتخاب کنم. خیلی بهتره. خیلی بهتره. موضوع با هم نمیخوره. نه همون میگم. موضوع چی باشه؟ الان میخوام تو بشه در موضوع چی باشه؟ موضوع من توکل است استاد. چی گفته؟ توکل خوبه. اینا اینجوری کنم. استاد موضوع تحقیق من توکل. الان بچه‌ش مشکل نداره خوبه. خیلی لطف اینجا چند تا موضوع برای شما من مثلا همینجوری الکی دیگه نوشتم دیگه. شما موضوع میتونید داور اصل مال شما دیگه. مثلا ببینید فعلا هیچ کس اونجا ننویسه. فعلا اینجا ببینید آقای همین اینجا ببینید. نوشتید؟ اون بعدا اول این مهمه. میره موضوعی باشه که تداخل نداشته باشه. مثلا با این منها با شما تداخل نداشته باشه. اگر تداخل داره حتما موضوعش یکم فرق داشته باشه. مثلا این دفعه در مهم نمیشه. این دفعه نمیشه. این مشکل نداره. اما هر دو حالت باشه این مشکل داره. دیگه رد میشه مقاله. بس همه آره دیگه بله این مال خونی است. همین الان خود بدید من که بعد تداخل نشه یا این موضوع تداخل داره دیگه. خب مثلا موضوع چیه؟ مثلا موضوع از یه طرف هم دو تا برو. از یه طرف یکی دو تا برو که تداخل نشه. بله همینجوری یکم موضوع بهشون بگم. بچه اینجا آقای زرد همه اینجا بچه همه اینجا. بعضی موضوع هایی که مثلا هست دیگه رایجه. تقوا، ایمان و اسلام با هم چه فرق داره؟ با هم فرقی هم؟
یا ایها المسلمون یا ایها الذین آمنو یا ایها الانسان فرق میکنه، اینا فرق میکنه. عقاید در اسلام، احکام در اسلام، اخلاق در اسلام، اعجاز قرآن و هدایت، نماز در قرآن، گناهان کبیره چند تا هستن، توحید و شرک در قرآن، توحید و صفات ذاتی، توحید افعالی، عبادی، نبوت در قرآن، امامت در قرآن، معاد در قرآن، برزخ چی هست، معراج نبی چجوری بوده، ولایت فقیه، حجاب در اسلام، تفسیر این نیست. تعریف در قرآن، مهدی و جهان، نشانه قیامت چند تا است، شیعه در اسلام، علم و اسلام و علوم جدید دیگه مثل علوم پزشکی، علوم طبیعی هست دیگه. اینا آداب در مقابل رسول خدا، اسراف در اسلام، هدف قیام عاشورا، جسمانی و روحانی بودن معاد، تعداد پیامبران در قرآن و حدیث، نعمت بهشت چند تا ہے اونو بررسی کنید دیگه، انواع عذاب در جهنم، جنگ تبوک، حجت خبر واحد، ویژگی های امام علی که نوشته قرآن نوشته بود، ایشون قرآن نوشته بود که بعضی قبول نکردن، اون چه ویژگی داشته اونو بنویسید بررسی کنید. وحی در قرآن، شأن نزول آیه الیوم اکملت لکم دینکم، همین مثلا بالا که نوشته تقوا نوشته بالا دیگه. خود شما مقاله ببینید تقوا چیست، اینجوری نباشه. این ببینید به شما چیز دیگه بگم. این کتابه که موضوعش همیشه جامع هست، مثل تقوا موضوع جامع است یا داخله؟ جامع است دیگه که همه انسان میشه دیگه. خب این شد تقوا دیگه، این شد جامع. خب یه دایره کوچکترش در قرآن همه دی یا در حدیث. الان داخله، الان یکم کوچکتر بشیم. بله علما میشه، علما و فقها مثلا هر چی بگید، یا عرفا. خب الان تقوا را گفتیم دیگه. الان گفتیم مثلا بررسی آثار تقوا. این یکم داره دیگه بزرگ نیست مثل اون قبلی، یکم کوچیکه. آثار را گفتیم ما. خب اقسام مثل همین میاد دیگه، این مثل همینه. الان مثلا تقوا در قرآن و فرق بین آیه ها. مثلا یه جا گفته تقوا مثلا یعنی لعلکم تتقون، یه جا گفته اتقوا الله. این دو با هم چه فرق داره؟ یا بررسی کنیم. این میشه موضوع ریز. یا مثلا تقوا در فریقین، مثلا در فریقین چه مبانی و چه قواعدی داره مقدمه تقوا، این میشه ریزتر. خب این که مال جامعه است، این مال کتاب فقط، این مال تحقیق نیست، مال مقاله. این داخلی مال تحقیق است، اما اونی که ما میخواهیم اون مقاله است. مقاله باید موضوع ریزتر باشه. من که اینجا نوشتم تقوا، اینجا باید شما بگید که مثلا شما چی میخواید در مورد تقوا در فریقین، تقوا آثارش، فوایدش، نشانی، علامات، اینا چی میخواید ما شما باید بگید. همین مثلا ایمان و اسلام، این موضوع ریزه. مثلا ایمان با اسلام چه فرق داره؟ اسلام یعنی چی؟ مثلا کلمه رو بگید دیگه، شرط رو دو بگید مثلا. اما ایمان این نیست، ایمان چیز دیگه است. ایمان اسلام نیست، این چیز دیگه است، داخل این اون است. اینا رو بررسی کنیم مثلا از نظر قرآن و حدیث. همین مثلا خب موضوع دیگه شما دیگه بگید دیگه. الان موضوع خودمون بگید. بله اثبات امامت امام علی از منظر قرآن و حدیث. تمام هرچی شده بود شد. آپ کیا ہے؟ این آیه دیگه این موضوع جامع است. این جامعه است. نه این جامعه است، موضوع باید ریز باشه. بله از نظر فریقین نمی‌بینید. الان نمی‌شه که من فراموش نشه موضوع. آخه مشکلی نداره. شما می‌بینید موضوع یه موضوع رو ببینید تقوا از نظر مثلا فقط راجع به تقوا مثلا شاخ و برگاش باید. نه این که مثال می‌ذارم، مثاله. هر موضوعی باشه فقط مرتبط با اسلام باشه. فقط این نباشه مثلا بررسی ماشین تویوتا با بررسی تطبیق سازی با اون اینجوری نباشه. چیه شما؟ دلایل اجاز قرآن از منظر دلایل عقلی. خب آخر بگیریم از منظر عقلی. نماز اسلام از ادله داریم. شیعه و سنی واضح کرده اون جامعه است، اون جامعه است. داخل چیزی نه این خلاص یعنی بوده این مسئله که شما گفتید در کتاب بود یا مقاله بود؟ اینا هم مال مقدس هم مال کتابه.
مثلا تقوا که شما باید ریشه شما باید پیدا کنید دیگه. آثار تقوا از منظر فریقین. این شد معنی. بله. تو شما برسید موضوع نیست سوال دیگه دارم. باید منابع مختلف رو مطالعه کنم. الان من میخوام بگم که وقتم کم مونده. ببین مثلا الان منابع چی باشه؟ مقاله بدونی، کتاب بدونی. بله الان اینجا دارم من اینجا من دارم. اینه. روش مطالعه. خب این دو سه تا موضوع مونده ها که انشالله مثلا روش مطالعه قبل از نوشتن باید شما بدونید که مطالعه چجوری انجام میشه. اینجوری حتی بگیرید دیگه شروع خوندن این اشتباهه. چرا مثلا؟ چی هست؟ از دیدگاه فریقه. سونگی باشید. نه سونگی باشید خوب باشید دیگه. بخاطر سونگی چی میگه؟ سونگی میگه که خواهد مومن توش هست. ما میگیم که علامت مستجاب. یعنی که نه این مطابق توسل از مثلا فریقه. سونگی باشید. هم میگه آقا هر چی نوشته باید فعلا اضافه کنید. در قرآن. یعنی این درست این همه فریقین میاد. از منظر چی؟ فریقه. خودم میبینید. قرآن نتوجه. صار سوال در قرآن. استاد بعضی ایمان اسلام هم میخواهی بیشه بله از منظر روایات یک روایت تطبیقی میگه الان باز میشه الان میگه روایت تطبیقی سیادت میشه میشه استراب در اسلام از منظر چی باشه؟ از منظر حدیث اسلام خودش چیز میکنه دیگه اسلام حدیث و اسلام در اسلام این جامعه از نظرم باشه از منظر روایت و قرآن یا از نظر عقل و روایت است روایت یک بین اسلام در اسلام روایت جهاد اسلام در اسلام اسلام در اسلام الان چه کنید بررسی اسلام در اسلام چیه؟ جواب در طریقه چون یه چیزی الان مونده که اصلا ببین یه چیزی که شو بگم این مهمه ها این مهمه چون این تعریف تحقیق چیه؟ تعریف تحقیق چی هست؟ بیشتر موضوعی که هست اون در تحقیق شامل نمیشه اون در کتاب میاد اون اصلا تحقیق نیست خب تحقیق چی هست؟ یه خلاصه بگم که درس آینده توضیح میدیم بیشتر انشاءالله تحقیق یعنی من این سوال دارم یه دغدغه علمی دارم که جوابش چی میشه خب برم سراغش جواب بدم این تحقیق دنبال یک سوال رو بگردم اون سوال چیه مثلا نماز از منظر فریقین نماز شیخ خودی چجوری میخونم میخوام ببینم دیگه خب مثل این نوشته مثلا خب فهمید موضوع در این هست چه میشه بخونم صد اسلام ادرای الان خوبه. تعاطر بشه دیگه تعاطرش نمیشه تعاطر باید استاد این تایید کنید که ایشون کل فرقه نیست خب دیگه این مقاله هم خلاصه شد. میگه چی تاکید بله تاکید میگه
بالنسبه للامر الصح استفاده من ابواب خاص आज म्हणतात ये सदा तरी مثلا آیه تطهیر داریم آیات مثلا آیات زیادی هست فقط ये मौजू भाषा के मतलब उतना भाषा के मतलब यानी नंबर दर बार ये ऐसा मौजू नहीं है किताब है किताब है सिरे पैगंबर इनके खतन में सिरे तबलीग सिरे अखलाकी ये किसका मोबाइल है خب الان میگم در مورد منابع باشه تو अच्छे थे लेकिन अच्छे थे ठीक है الان در مورد منابع گفتیم شما خب الان من مقاله از کجا بنویسم از جیب بنویسم از کجا بنویسم خب مثلا موضوع شما چیه مهم موضوع مثلا شما موضوع مثلا موضوع شما معاد ہے فهمیدی یکی از بهترین منبع همون گوگل هست اما نه اینکه مثلا بری وبسایت کنید دیگه اونجا مثلا ببینید مثلا منابع چی هست مثلا شما بگم مثلا یه موضوع مثلا در مورد نبوت قرآن دیگه مثلا کتاب‌هایی که در مورد نبوت قرآن نوشته شده است به عنوان مطالعه کنید مثلا من این کتاب اصول مثلا من نوشتم این کتاب اصول نوشتم مثلا وقتی کتاب من میخوام بنویسم حداقل 20 صفحه من دیدم 20 صفحه بعدش ببینم که موضوعش من نوشتم بله که موضوعش هم اصول باشه نه فقط چهار کتابی که مثلا اینجا مثلا کتاب‌های دیگه هم بعد ببینید که موضوعش این باشه مثلا موضوع ما معاده تفسیر موضوعی معاده دیگه ما می‌خونیم در بشاشی اونم هست تفسیر موضوعی آیه نسبت از هم هست آیه سبحانی هم داره جواد هم داره کتابا رو ببینید شما یه چیزی رو بفهمید مشترک یه چیزی که در همه مشترک است اونم بفهمید تا دیگه اونم بنویسید این نیست همین دیگه مثال بزنید این از دیگه یا مثلا تفسیر نمونه میری از گوگل میری مقاله دیگه میری همین تو ما کامپیوتر نداریم شما تو گوگل چجوری مثلا موضوع چی موضوع مثلا موضوع امامت امامت قرآن دیگه امام مثلا امامت خب اونجا اومدم من نه شما گفتید که هرچی تو گوگل بود کپی پیست نکنید مثلا چجوری استفاده کنید همون میگم مثلا این چیه این هوش مصنوعیه هوش مصنوعی دیگه مثلا چیه هوش مصنوعی از این مثال کنید این هوش مصنوعی مثلا میگید 20 آیه برای من یه بیاد در مورد یه سواله خودش میاد اونی که اوله همون رو دیگه تفسیر کنید دیگه تفسیر عجیب نه تفسیر از مثلا نمونه از نور از مهر از تفسیر مثلا میزان همین دیگه مثال کنم مثلا میگم که نظر شیخ انصاری در مورد حجت خبر واحد چیست در کتاب میبینی اصلا این حرف نمیشه اصلا نمیتونم بخونم میرسم اون میره من باید که این از کتاب رسائل مثلا است خب من خودم میبینم یه کم تحقیق کنه که واحد همونطوری هست یا نیست که میبینم بعد همون دیگه میرسم دیگه نه به بستم اونم میفهمم چند تا چیزی که در ذهنم اون داره اونم اضافه کنم میشه یک چیز جدید دیگه همین خب یه چیز آخرینشون بگم به شما ببینید بیشتر مقاله ها ببینید دو چیزه هم یا اثبات یک شی اثبات یک چیز یا نفی یا نقد یک چیز است
مثلا یه چیز این هم یه موضوعی هست. مثلا نقد امامت، مثلا نقد امامت از منظر مثلا اهل سنت که اونها امامت کردن، اون عقیده اشتباهه یا اثبات عقیده تشیع، همین اینا این مقاله شد دیگه. فقط یه همین یک جلسه تموم میشه. نه این زیاده. مثلا 5 جلسه هست. خب الان ما تعریف نمی‌کنیم، تعریف چی تعریف نمی‌کنیم، تعریف این علم چیه؟ خودمون میگم. چون اصلا چی رو بنویسیم؟ همون دیگه موضوع دیگه میگه موضوع دیگه فعلا هم موضوع هفته آینده مثلا بحث اصلی الان تعریف چیه؟ خب دیگه اصلا ندارم. خب یه چیز آخری این مهمه دیگه مرکز خب دیگه جمع بری کنم دیگه زبط ببینید چیزی که الان مونده این است ما جلسه اول بودیم دیگه این فقط موضوع نوشتیم ما فقط این نباشه که ای بابا دیگه خیلی سخته دیگه من حتی این دیگه من نمیدونم کلاس اینجوری نباشه بعضی فکر می‌کنم که دیگه این گفته سخته دیگه من نمیدونم این جلسه اول بودیم به نظر شما این مفید بوده چون چیزی که گرفتید چی این غریبه خیلی عالیه. حداقل شما گرفتید حداقل انگیزه شون میشم حداقل انگیزه یک کم اومده بالا حداقل جلسه آینده ما می‌خونیم تعریف روش تحقیق چی هست اصلا تعریفش چیه شما میخوام مطلب بنویسید روش چی میگه اول چی بیاریم چکیده خب چکیده شامل چی چیزایی میشه مقدمه شامل چی داده میشه فکری بازرگان منابع چی باشه همین دید منابع ما چی باشه و این موضوع شما دارم کرده میشه عوض کردن تا آخر فیلم چطور تیره هستن این نیست که هم دیگه شد اینجوری نیست هم تا آخر تیره میتونی شما این چیزی یاد بگیرید که آخرشون عوض کنید موضوع مثلا شما که در اصل شما این تیره میده اونقدر دیگه همین بسنه که در همون اینجا بگید همین همون اینجا دوباره نمیشید و اینجا بنویسید مرتبط با عنوان مجله باید باشه. نه خب مدد دیگه همون دیگه قرآن حدیث دیگه همین هست دیگه خب این که همه شما چه دیگه توش اینا هم هست دیگه خب اینو بخون چیه اول 5 جلسه دیگه هم هست 5 جلسه دیگه هم ما داریم و بعد این جلسه شما یاد میگیرم مقاله دیگه تمام انجام است